با هر وسیله‌ای که میتونید خرما رو خرد کنید، له کنید، این کار رو انجام بدید. و یه مقدار بهش ارده اضافه میکنید. مقدارم پودر کاکائو. خب این دستگاه من جوابگو نبود و نتونست، اما انتقال میدم اینا رو به این غذا ساز. ببینید این چی کار میکنه. این از معدود وسایل جهیزیه منه که تا اینجا اومده بعد از این همه جابجایی. حالا ببینیم این چی کار میکنه. ببینید چه به صورت خمیری در اومدهش. به همچین بافتی احتیاج داریم. دستش درد نکنه، کم بوده 20 سال پیش